السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز، حکایه عجایب از کجا میدانیم؟ روز اسب پیرمرد فرار کرد. مردم گفتند چی مصیبته؟ پیرمرد گفت از کجا میدانید؟ فردا اسب پیرمرد با چند اسب وحشی برگشت. مردم گفتند چه خوشبختیه. پیرمرد گفت از کجا میداند؟ پسر پیرمرد از روی یکی از اسب‌ها افتاد و پایش شکست. مردم گفتند چه مصیبته؟ پیرمرد گفت از کجا میداند؟ فردایش مأموران دولت آمدند و تمام مردان جوان دیهه را به جنگ بردند و جز پسر پیرمرد که پایش شکسته بود. مردم گفتند چه خوشبختیه. زندگی پر از مصیبت و خوشی‌های ظاهری است. شاید بدترین مصیبت‌های امروزمان مقدمه خوشی‌های فردایمان باشد. از کجا می‌دانید؟ اگر نواری کرده ما برای شما پسند آمده باشد، پس لایک گذارید و در کانال ما ابونه شوید. باز رسیدیم به پایان نوار امروزه. تا نوارهای آینده سربلند و سعادتمند باشید دوستان عزیز و مهربان ما. خدا حافظ. راستی را پیشه خود کن مدام، تا شوی در هر دو عالم نیکنام.